یک آدم همسری خودش را، زنی کلانسال را تهمتی به زنا میکرده است بدون یگان دلیل، بدون یگان حجت. در زنی که 14 15 کودک تولد کردگی همسرش در ایام پیرانسالگیش تهمت میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 گناه کلان را نامبر کردن، گفتن که وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، تهمت کردن زنهای مؤمنه هایی که پاک از زنا هستند، پاک از زنا و غافل از زنا. او زنا چی نمیفهمد، او به ذهنش هم نمیبیاد، به خاطرش هم نمیبیاد، از زنا دور. زنی پاک را کسی با برابر یگان شبهه ها اگر تهمت کند، این 7 گناه کبیره است در دنیا. از جمله 7 گناه کبیره این تهمت کردن زنهای غافل از گناه مسلمان ها هست. بسیار گناه عظیم هست. تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. الله تعالی که شما این سبوک میشمارید، این در نزد الله بزرگ است. یعنی تهمت کردن زنهایی که بیچاره شکایتش به هیچ کس کردن نمیتوند، صدا ندارد، آواز ندارد، قوت ندارد، آبرو ندارد، پشت و بام ندارد غیر الله. این زنی که مادری فرزنداتون است، این قدر سالها زندگی کردید، امروز زنی نو افتید اکن دیگه هیچ بهانه نیفتید مگر هم رو تهمت میکنید. از الله تعالی ترسید. از نگاه شریعت اگر یک آدم همین خیلی گفت 80 دره خودش زده میشه برای قذفش، حتی اگر 3 شاهد یافته بیادم، 3 شاهد همراه خودش در زده میشه برای تهمت کردگیش. زنا رو 4 آدمی عادل، آدمی با تقوا اگر با چشمش دیده باشد، بعد برای او رو حکم زناکار داده میشه.